به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس برادران گرامی و خواهران عزیز و بینندگان ارجمند به برنامه بازشگاف خوش آمدید. همراه برادر باوجان قیومزاد هستم و مرور به اخبار و حوادث امروز خواهیم کرد. شروع میکنیم از پیشنهادی عبدالله محقق از کارشناسان دینی کشور که عزیز ما رحمان و همسری رئیس جمهوری کشور به عنوان پیشوای زنان کشور اعلان شود. عبدالله محقق نه تنها زنان کشور گفتش، پیشوای زنان اسلامی زنان اسلامی، ولی معین نکرده است که زنان اسلامی این زنان مسلمانان جهان باشد یا زنان کشور. به هر حال این در مقاله که در خبرگزاری خاور منتشر شده است و واقعا هم بازتابی گسترده در رسانه‌های مستقل هم یافته است. اون پیشنهاد کرده است که رئیس جمهور وقتی که پی عزیز ما رحمان و حج کردند و داخل کعبت الله شدند، یگانه زنی از آسیا میانه که داخل کعبت الله شدند و آنجا نماز خواندند، از این خاطر اون پیشنهاد میکند که عزیز ما رحمان و به عنوان پیشوای زنان اسلامی اعلان شود. مثل که این پیشنهادهای عجیب و غریب از کشور ما نو شروع شدند و پایانی هم ندارند دیگر. بله. یکی پیشوای ملت می شود و یکی پیشوای زنان می شود و نمیدونم شاید فردا پیشوای یگان جوانان هم پیدا شود و پیشوای دختران هم پیدا شود و اونم همش از یک عائله. بعد همون خانواده پیشوها شود که دیگه در اون پیشوای ملت و پیشوای زنان و پیشوای دختران و پیشوای و بعید هم نیست که فردا وقتی که این رو خاور پخش میکند و با تبلیغات میکند، فکر میکنم علاقه برنامه ریزی شده است. یعنی همون چیزی که در مسئله پیشوای ملت هم به همین شکل آمد. یعنی این فکر، این ایده منتشر شد در کشور و واقعا هم اونهایی که مخالفت کردن از داخل به سزای اون موقفشان رسیدند، موضع گیریشان و امروز دیگر به نظرم بعد اون حادثه‌ای که به سری حفیظ بابایار آمد دیگر هیچ کس جرئت نمیکند با این گپ عبدالله محقق مخالفت کند، با ویژه وقتی که در خاور منتشر می شود. چرا مثلا سوال این است که چرا ما با این نوع شخصیت پرستی به سوی شخصیت پرستی یعنی بی سابقه روان هستیم؟ ببینید، اول بیایید یک بار همین مسئله را کمی علمی از نگاه علمی بررسی کنیم. همین پیشوای زنان اسلامی یعنی چی؟ جناب عبدالله محقق خیلی متاسفم براشون که واقعا یک پیشنهادی رو میدهند که من مطمئنم که خودشم میدوند که برای یک پیشوای یک زنان مسلمان اعلان شدن یک نفر او باید چی ویژگی داشته باشد؟ حداقل از اسلام واقع یک آگاهی داشته باشد. من میترسم جناب محقق فردا عزیز ما رو یکی از دانشمندان اسلامی عصر معرفی نکند. بله. که واقعا جای تعجب است چگونه یک نفری که از اسلام هیچ آگاهی ندارد باید پیشوای زنان اسلامی معرفی شود. این یک طرفی کار. خب؟ بله. دوم طرفی کار، اصلا ببینید جامعه ای که ما داریم مگر دعوای این رو نداریم که جامعه دنیوی است؟ بله. مگر دعوای این رو نداریم که این جامعه چی میگن حقوق بنیاد و دموکراتی و این است، کنستیتوسیونی و بله. در چنین جامعه پیشوای زنان مسلمان یعنی چی جایگاه دارد در چنین از لحاظ قانونی؟ همون گونه‌ای که پیشوای ملت اصلا در قانونی ما ضد قانونی و غیر منطقی است در جامعه ما. ولی اینجا هم حالا شما فکر کنید این چی معنی دارد؟ از تمام نگاه ها اگر یک بار به این قضیه آدم درست فکر کند میبیند که اپای عزیز ما درست است که حج کرده است. مردم زیادی میروند حج میکنن، مردم زیادی میروند در مثلا چیز میکنن. اون فکر میکنم یکی از عالمان بزرگ جنید بغدادی بود یا بایزید بستامی بود. این از عارفان معروف پرسیدن که فلانی در روی آب راه میرود، گفت مشکلی نیست که
این مگس هم هست در روی آب راه می رود، سنگ اوداک هم در بالای آب می رود. این مشکل نیست. گفت فلانی در هوا پرواز میکند. گفت این که مشکل نیست. این که مگس هم پرواز میکند. بله. پشه هم پرواز میکند در هوا. گفت این که یگان چیزی تعجب ندارد. بله. ولی گفت آدم بدن و در میان انسان ها زندگی کردن و انسان بدن این مهم است. بله. جناب محقق فراموش کرده است که سالانه میلیون ها نفر حج میکنند، زیارت میکنند. بله. خانه خدا میروند. نمیدونم حتی به همون داخل خانه کعبه هم خیلی از افراد وارد میشوند از کشورهای دیگر، از این چیزی اینجایی نمیدونم یگان امتیازی خاصی ندارد برای هیچ کس. بله. نمیتوان با وارد شدن به خانه کعبه انسان صاحب علم لدنی یا تدریکی امتیازی خاص شود. ولی ببینید ما در جامعه ما به حد آمدن که امروز هر کسی که میخواهد موقع پیدا کند، به خاطر پیدا کردن یک موقع، به خاطر یک منصب، به خاطر یک جایگاه، یک چیز، امروز دست میزند به یک پیشنهادهایی که مربوط میشود به خانواده شخص اول. یعنی منصبداران دارن رقابت میکنن در چاپلوسی، در تملق کاری، در پدخلیمی، دیگر رقابت در این شده است. نه در اون سمتی که با یک خدمتی به مردم بکنن، یک جای آباد کنن، یک کار دیگر بکنن، ولی فقط باید اونها در چی رقابت میکنن؟ در اینکه بیاین برای شخص اول چاپلوسی کنن. درسته. ولی وقتی که اونها میگوین که پیشوای مثلا زنان اسلامی یعنی بعد این که از حج اومد بسیار بعضی از کارشناسان به این نظر بودن که رفتار حکومت با این با دینداران دیگر میشه، ولی دیدیم که برعکس. امروز خبری که هست که بیش حدود 2000 سطردار رو از سطرهاشون از سرشون کشیدن و اونها و با فخر میگویند که اونها از سطر پوشی دست کشیدن. و کم عددی کم نه، یعنی حدوداً و 13000 قریب آدم رو اونها همون وزارت شعبه وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان گفته است که حدوداً 13000 آدم رو ما ریشه هایشان رو به ترتیب در آوردیم. به ترتیب معلوم است. یعنی این ملت به اون حد این فقط در ولایت ختلان است. بله. نه در همه تاجیکستان. بله. تصور کنید که در هر و یک ولایت اگر این قدری باشد چقدر می شود. پس سوال این است که همون چیزی که شما پیشتر گفتید که وقتی که حج می رود یک نفر می آید اون بعد معلوم می شود که چی کار میکند. معلوم ما نباید بسیار یعنی مثبت نگری از حد زیاد باشیم بگیم که دیگر تمام اون رفت آمد. بسیاری از آدم هایی بودن که واقعا رفتند سیگاریت کش و عرق نوش و دیگر بودن، بعد بازگشت خوب شدن ولی ترک کردن. ولی بعضی دیگر میبینیم که با همون کارهای پیشینه‌اش ادامه داد یا بدتر شد هم شد. بله. اینم هست. ولی متاسفانه در کشورهای ما شده است یک چیزی که رقابت کردنی مقامداران در تملق کاری، خصوصا اونی که مربوط به خانه رئیس جمهور ربط میگیرد. بله. یعنی ببین امروز مثلا این وقتی که این خبر رو در فیسبوک منتشر شد و کاربران فیسبوک نظرهای زیادی دادن، خودی عبدالله محقق به محمدی که این پست رو در فیسبوک گذاشته است گفته است محمد انشاءالله هدف حفظ دین، ایمان و مقدسات بانوان اسلامی کشور است. اینجا بانوان، پس هدف از این بانوان اسلامی کشور تاجیکستان است. زیارت حج نموده اپی عزیز ما سر آغاز مرحله نو در مناسبت با ارزش‌های اسلامی است. همون چیزی که کارشناسان به همین منتظر بودن که یعنی دین بعد برگشت از این حج عمره و در آمدن به کعبه الله، یعنی مناسبت دولت امام علی رحمان با دین و دینداری نرمیش پیدا میکند. این چیز همین هم میگوید که یعنی سر آغاز مرحله نو هست. ولی همان روزی که این در خاور چاپ شده است، در دیگر رسانه‌های مستقل اون دین ستیزی واضح، هرچند پیشتر اونها یعنی انکار میکردن که چنین چیزها رو یعنی ما دستور نداده بودیم که ریشی کسی تراشیده شود یا سطر گرفته شود، ولی روی راست
وزارت شعبه وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان اعلام میکند که 12800 حدودا یعنی 13000 آدم ریش هایشان رو به ترتیب انداختن و 1700 زن رو از دست کشیدن. بله این چیزها وقتی میگوید، بعد این محمد در جواب گفته است که خدا کند که چنین باشد، اما این سرآغاز رو چگونه فهمیم؟ 16 مسجد رو در وطن بستند، توسین 40 ساله رو از حج رفتن منع شد و این خبری تازه که نشر شد پلیس ختلان سطر کشی 1773 زن و افشای 89 فاحشه سطر پوش و از 12818 شهروند رو به ریش های امین 12818 شهروند رو به ترتیب در آوردند. و اگر حقیقت جوی باشی، گفته است اگر حقیقت جوی باشی به این چیزا نظر بکن. یعنی چی طور ما میتونیم که داریم، یعنی واقعا همون چیزی که استاد برزو گفته است، ما شدیم همه ملت شده است قربان یک بیخودی یک نفر. بله. یک نفر چی هوس ها و طبیعت و انسان است. یک نفر واقعا هم. و ما شدیم امروز ملتی 8 میلیونه یک غلام یک خانواده یک خانواده هر چیزی بخواهد بکند و ما داریم باز در برابر اون وصف و تعریف میکنیم. محمد اقبال لاهوری در یکی از اشعارش خیلی خوب در این باره گفته است که به مصطفی برسان خویش را که دین همه اوست، اگر به اون نرسیدی اگر به اون نرسیدی تمام بولهبی است. دیگر همه چیز بولهبی است. واقعا اگر این برادرایی که میگویند که پیشوای ملت زنانی اسلامی اینها شوند، کو ببینیم تو چی حد ما نمیگوییم که یعنی همون دموکراتی که واقعی که میگن که همه بر آزاد است، سطر پوشم حق دارد، ریش دارم حق دارد، یعنی همه حق دارند، همون آزادی باشد. همونی که اونهایی که لباسهای اروپایی میپوشن حق دارن که این رو پوشن. و چرا یعنی تنها این حقوق در حد در مسئله دیندارها محدود می شود؟ این است. یکی از خبرهایی که پیشتر هم اشاره شد هم این است که مقامات امور داخلی ختلان میگویند در طول سال گذشته یعنی سال 2015 1773 زن و دختر در این ولایت از پوشیدن سطر دست کشیده، ریشی 12818 نفر رو به ترتیب در آوردند. یعنی یک چیزی بود که پیشتر میگفتند که اینها رو یک نوع توجیه میدادند یا از جواب صریح میگریختند مقامات و یک نوع میگفتند که ما چنین دستور شدگی نیست، ما مثلا این را نمیخواهیم. ولی میبینیم که بهرام شریف زاده سردار ریاست کارهای ولایت ختلان بسیار آشکار صحبت میکند و میگه در حدود ولایت فعالیت 162 دکان سطر فروشی قطع کرده شده است و 1773 نفر زنان دختران که سطر میپوشیدند از سطر پوشی دست کشیدند. این رو با افتخار میگوید. شما در همین فقط در همین خبر چند چیز رو نگاه کنید. 162 دکان سطر فروشی قطع کرده شد. یعنی چی؟ یعنی جای کاری 162 نفر از بین برده شد همراه عائله هاشون. بله. اصلا فکر کن 162 جای کاری رو وزارت داخلی از بین برد. بله. وزارت داخلی از کی این جانب وظیفه شده است جایهای کاری رو از بین بردن. بله. واقعا اگر شما 162 نفر رو با جای کاری دیگر تامین کرده باشید و با جای مثلا دکان‌های سطر فروشی دکانی یک چیز دیگری برای او پیدا کرده باشید که بفروشد، ولی مطمئنم اون 162 نفر از این که دکاناشون رو بستید با جریمه هم شدن حتما. و غیر از این اون مال و چیزهایی که آورده بودن حتما اونها در دستشون مونده است و ضرری کلانی هم کردگی هستن. اون از کجا جبران میکنید؟ ببینید شما فقط یک جانب رو نگاه کرده کار میکنن حکومتی ما. 162 نفر اگر سطر میفروخت مثلا شاید همون در بسیاری دکان‌ها کسانی همون سطر میفروشند که اصلا خودشون بعضیشون سطر نمیپوشن، ولی خانواده اون زندگی اون از پشتی همین دکانش است، از پشتی از خاطر همین سوداش است. حالا شما اونها را به این حال آوردید. این افتخاری شما است؟ چی شده است؟ 162 دکان را از بین بردید.
چی دست آورده هستین؟ این کجای حکومت ما رو پیش برد؟ بیایم یک بار نتیجهش فکر کنیم. بجای اینکه یک خوبی به حکومت آورده باشد، آیا 162 نفر رو شما به جای کار کردید، قرضدار کردید، ظلم در بالاش کردید؟ با این افتخار دارد؟ بله. ما باید به قضیه از این به بعد همین طور نگاه کنیم. ما اگر دولتی ما دولت اجتماعی نیست، چرا قانون‌های ما ضد منافع ملت است؟ چرا دستورهایی که انجام میدهند، چرا کارهایی که وزارت داخلی ما انجام میدهد ضد منفعت ملت است، ضد منفعت مردم کشور است؟ مردم کشور خودش رو به جای کار میکند و با این افتخار میکند و این را گزارش میدهد. باید جواب گوید البته در نزد مردم. و بعد این هم هست وقتی شما از حدود 1000 بیش از 1700 دختر رو از سطر پوشیدن منع میکنه. بله. کجاست اون دموکراسی؟ کجاست اون حقوق ها؟ بله. حقوق های دینی اونها، اون روحانیان ما، اون یعنی امام خطیبان اینها ادعا میکنن در نواره ها و در دیگر چیز که در تاجیکستان چی است؟ آزادی دینی است، تأمین شده است. پس این است تأمین که خودی اونها با فخر میگوین. یک چیزی که در این خبر باز هست و یک یعنی پروپاگاندای ضد دینی دارد، این است که میگوید که همین خودی بهرام شریف زاده میگوید که 89 زنی تنفروش نیز با سطر بازداشت شدند. شما قضیه رو یک کم ترک بیایم دیگه خیلی نگاه کنیم. اگر 1773 نفر سطر پوش از سطر پوشی دست کشیدن، این معنای این را ندارد. معنای این را دارد که من کرده شدند. حتما اونها کسانی هستند که شاید از اینها کسانی هستند که در بازار کار میکردند و مجبورشون کردگیان که سطر نپوشند در جای کارشون، به خاطر جای کار، به خاطر زندگی، به خاطر یک چیز مجبور کردگی هستند که اونها سطر نپوشند. خب اگر این را دلیل بر این میدونند که باید که این کار به خاطر برگشت به لباس ملی بود، درست؟ در مقابل این چند نفر از لباس اروپایی دست کشید؟ یا اینکه لباس ملی شما لباس اروپایی است؟ ما نمیگیم که اونها رو مجبور کنید که از لباس اروپایی دست کشن، ولی بگذارید مردم خودش انتخاب کنند. ببین یک چیز دیگر هم اینم هست که وقتی 1700 فقط در ناحیه ختلان میگوید که ما در ولایت ختلان که از سطر پوشی دست کشیدن و منع کردن اونها را، شوهرهای اونها بله چی فکر میکنن وقتی که شوهرش در روسیه است؟ اون از با اون زن خود گفته است که شما اگر میرید در دکان میفروشید، صاحب کاری میکنید، پس سطر رو رعایت بکنید. بله. یعنی شما در زندگی اونها دارید دخالت میکنید. البته. یعنی اون ناموسی اون بیچاره چی میشود؟ اون مرد خود رو چی احساس میکند که یک ملیسه آمده از سری زنش حجاب رو میکشد و با بسیار چی درشت معامله میکند و میگوید که دیون بار من شما رو با سطر نبینم. و یک چیزی که من دیدم در همین تاجیکستان بسیاری شوهرایی هستن که اجازت میتونن به شرطی حفظی با سطر بودن. بله. برای کار کردن اجازت میدین به خانمشون، برای ولی با حفظی سطرشون. بله. خب شما یک چیز دیگر هم ببینید، اکثریت مردم ما مسلمان است. این واقعیت است. و همون گونه که پیشوای زنان اسلامی میخواهند معرفی کنند امروز بعضی ها. بله. اگر پیشوای زنان اسلامی میخواهند باشند، زنان اسلامی بدون سطر که نمیتونند باشند. چون سطر یکی از فرض‌های الهی است، فرموده خداوند است. هر کسی که در این رو قبول دارد مجبور است که سطر قبول کند، حداقل اگر نمیپوشد مجبور است بپذیرد که این ارزش اسلامی است، این فریضه الهی است. خب ولی یک چیز دیگر است. شما ببینید مردم ما مردمی هستند که با این چیز همچون یک فریضه، نه تنها یک فرض الهی، بلکه همچون یک مرز ناموس نگاه میکنند. بله. اکثریت مردم ما نه تنها نه به خاطر مثلا فرضیت الهی، بلکه این سنت جامعه ما هست. در برابر فرض بودنش باز بله در برابر فرض بودنش اون رو همچون مرز ناموس نگاه میکنند. بله. و این در اکثریت جامعه ما رایج است. این از زمان گذشته برای ما باقی مانده است. در اکثر دهات ما اگر شما بروید همین است. شما تصور کنید وقتی که اون این رو همچون مرز ناموس نگاه میکند، بعد از این که میبیند با این مرز ناموسی که از نگاه او همین سطر است دست درازی میشود و این برداشته میشود، او با چی فکر میکنه؟ فکر میکنید اونهایی که به سوریه میرود به خاطر چیست؟
انا همین است دلیلش. بله. و خودی همونی که گلمراد حلیموف هم بله. گفته بود، انا همین کارهای شما هست که مردم رو به سوریه میبرند. انا همین کارهای شما هست که مردم رو مجبور میکند که یک فکر افراطی در ذهنش پیدا شود، به خشونت رو بیارد، چون دیگر راهی نمیبیند در مقابل شما. بله. این همچنین ببین این 1773 زن رو از سطر دور کردند، شوهرهای اونها و بسیار بیچاره هم شوهرهایشان در خارج هستند، در مهاجرت هستند. اونها چی فکر میکنن؟ حتی اونهایی که در داخل هستند میگویند که ببین رئیس جمهور خودش میرود به مالزی میرود، بله. همسرش سطر دارد. وقتی که حج رفتن اونجا زنش دیگریش همون سطری تاجیکی خود را حفظ کردن. واقعا کار خوب است، ولی بعد میگویند که بسیار خوب. پس چرا برای خود این را درست جایز میدانند و برای ما نه؟ بخصوص بازوری. بله. و واقعا برای مهاجرینی که اون شوهرهایی که در روسیه و اینها زحمت میکشن، عذاب میکشن، وقتی این کارها رو میبینن چی فکر میکنن؟ و شاید اگر واقعا هم اگر کشور آزاد باشد، خانواده این به خانه های این 1773 بریم، شاید مشکل ها این کاری مقامات سبب مشکل های در داخل خانواده شده است. برای اونها کلین هستند، خوشامند دارن، یعنی هیور و یعنی و دیگر دارن. یعنی این طرف مسئله را فکر نمیکنن، تنها در فکر این هستند و در این مشکل میدارن. و همون چیزی که پیشتر هم گفتم، باز یکی از همون اسلوبی ضد دینی استفاده کردن یا پروپاگاندای ضد دینی کردن، اسلاموفوبیا را کردن، این است که میگوید که همین خودی بهرام شریف زاده میگوید که 89 زنی تنفروش نیز با سطر بازداشت شدند. یعنی میخواهند با این گپ که سطردار به معنای چی؟ یا تنفروش. بله. این تبلیغاتی هسته که در خیلی قبل شروع شده بود، بعد از پروتکل 3220 این کار آغاز شدگی است و این رو ما خوب درک میکنیم. این رو میدونیم. فقط مشکل میدونید در کجاست؟ یک بار مردم ما این بخصوص جناب بهرام شریف زاده یک بار بیاید و با کارمندان خودش نگاه کند، تمام مردم تاجیک میدونن که همه تنفروش ها با میلیسه ها همکارن. همه میدونن تمام تنفروش ها با میلیسه ها همکارن و اونایی هم که شما امروز یعنی اونهایی دارن که حمایت میکنن از اونها. بله. کریشه به اصطلاح خودی همون مردم تاجیکستان حالا میلیسه ها، اونها کریشه دارن در میلیسه ها، حتما با میلیسه ها همکاری دارن. بسیارش میارن جوانای ساده که از دهات میان یا با اونها رو میارن در دست میلیسه میتین برای پول کار کردن اینها. این معروف است، این را اصلا همه مردم میدونند. جناب شریف زاده شاید اینم از همون همکارایش آورده به سطر پوشاندگی است، مطمئنم که همین است. سطر میپوشانند و بعدا نظام ها فاحشه ها رو میبرند به کوچه، میگن که چند تا سطردار فاحشه است، در حالی که اونها سطردار نیستن، اونها فاحشه بودن و اونها سطر پوشاندن. ولی یک واقعیت است، منطق اینجا وجود دارد که ما باید اون را واقعا هم درست درک کنیم. چی؟ شما به هر کسی هر چیزی میپوشونید، به هر کسی که هر کاری میکنید، ارزش اون کار از بین نمیرود. شما نمیتونید با یک فاحشه را سطر پوشاندن فرض الهی رو در نزد مردم به ابرو کنید. البته فرض الهی رو نمیتونید در بین مردم از بین ببرید. درست است، شاید بعضی مثلا چند نفر سطردار هم اشتباه کرده، خطا کرده، رفت مثلا فاحشه شد. خب اگر شده باشد، مگر فرض الهی گناهگار است؟ مگر دین گناهگار است؟ این چی ابلهی است آخی؟ یعنی همونه که گلمراد حلیموف گفته بود که وقتی که من در یک جلسه بلند پایه نشسته بودند و در اونجا گفتند که باید 3 نفر رو یعنی سطر پوشونده شود، حجاب پوشونده شود و برای فاحشگی فرستاده شوند تا اینکه مردم از این بد بیاید. واقعا هم این خود گلمراد حلیموف این رو گفت و گفت که یکی از سبب‌های این شقاقش رفتنش به سوریه این بوده است. پس اینها هم در اینجا میخواهند که با این راه، درست است، یعنی حجاب اسلامی را، سطر را حفظ کنند. و نگفتن همون دوستی عزیزم که وقتی که ما دموکراتی میگیم، وقتی ما میگوییم که آزادی باشد، پس نباید آزادی تنها برای اونهایی که لباسهای اروپایی میپوشند.
اونها بگذار که در یک دولت دموکراتی اونها حقشون هست که بپوشن. ولی چرا تنها فشار محدودیت این در بالای مردم دیندار هستند؟ متاسفانه این روندی هست که در جامعه ما باز هم میگویم من مثلا شما ببینید چرا گروه دیندارانی ما گروه ریشدارانی ما چرا باید که ریش اونها با زور تراشیده شود؟ در حالی که این رو هم رد کردن. شما ببینید تمام اینها ریشه در پروتکل 3220 دارد. بله. اگر شما با پروتکل 3220 نگاه کنید از همون پروتکل همه این سرچشمه میگیرد و ما دیگر مردم الکی این رو درک میکند. ریش تراشی از پروتکل 3220 سرچشمه میگیرد، بد کردن حجاب از پروتکل 3220 سرچشمه میگیرد، بستن حزب نهضت از پروتکل 3220 سرچشمه میگیرد، محدود شدن تمام اینها از کجا سرچشمه میگیرد؟ از همون پروتکل. یعنی مردم عزیز، مردم ما الکی درک کنید، شما ببینید مسئله کجاست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از اون وقت برنامه‌اش ریخته شده بود که باید بسته شود. پس چگونه در 24 فقط میاد تروریست میشود؟ از اون زمان اونو طرح بستن حزب داشتن، برای بستن حزب فقط دلیل میگفتن، میخواستن یه چیزی پیدا کنن و اون ساختن، پیدا نکردن و اون ساختن، امروز تروریست اعلام کردن. همچنانه که امروز به یک فاحشه سطر میپوشونن و او را این گونه معرفی میکنن، همچنانه که ریشدارها را امروز بالاشون فشار میارن. همه اینها از یک جا سرچشمه میگیرد و همون پروتکل 3220 است. و بعد وزارت داخله هم کارش چی است؟ بله. کارش مربوط این چیزها است یا کارش دیگر؟ عجیب است این واقعا. ببین یکی از کاربران اینترنت در زیر این خبر مطلب نوشته است، شوخیانه گفته است که باید مویهای زیر بغل و دیگر جا هم به ترتیب داده شوند. اگر شما به این حد شما به جزئیات می روید و به زندگی مردم دخالت میکنید، آخر این یک بی‌آدابی نسبت یک ملت است وقتی میگویی که من ریش شما را میخوام به ترتیب درارم. این مقامات محترم، این ملت ما تا این حد بی سواد، عقب مانده، نافهم هست که شما میخواهید به ترتیب درارید. شما یک بار اخلاق خودتان رو ببینید. چی طور به مردم معامله میکنید، چی طور از مردم رشوه میگیرید، چی طور اینقدر ظلم و ستم رو میکنید. اصلا همین کارمندان وکیده خودشون ببینن، مسئولینشون ببینن ملیسه هاشون با مردم چه خیلی با حقارت حرف میزنن. بله. حقارت های اونها را در مقابل همین برادران و خواهران ببینن یک بار. بله. چگونه حقارت های قبیح میدهن. این از اخلاق شما. شما به مردم میخواهید چی رو یاد بدهید؟ از این اخلاقتون شما اول درست کنید. برین اول اخلاق همون ملیسه های خودتون درست کنید حداقل. بله. یکی از کاربران اینترنت در زیر این مطلب نوشته است که به نام وطن را باید آباد کرد، سوبوتنیکی گذرانده است مقامات. ای اما بیگانه پرستی کردن و در مسجد رنگی زنکا غیبت کردن، کار کرده تاجیکستان عزیزمون رو آباد کردن در کار، نه اینکه کیسه شیخ های عرب رو. باز یک دیگر به نام مسلمان از تاجیکستان گفته است که فرهنگ بیگانه، علامات سوال و لباس بیگانه. همسر جناب در حج عمره با لباس بیگانه بودند. از کارمندان ملیسه پرگمخ نسازید، دزد و قاتل ها را قپید. باریش مردم چیکار دارید؟ واقعا یعنی واقعا هم مردم میفهمد، دیگر مردم این رو درک میکند. این سوال رو مردم میگذارد، نه ما. این دیگر واقعیت است. ببین یک دیگر بنام گفته است که همین کارها عاقبت خوب ندارد، به حیثیات مردم به احترامی کردن ممکن نیست. بله. به حیثیت خصوصا در مسئله زن، یعنی ارزش ها یک تاجیک چقدر حساس است. شما وقتی که با زن اون رو مثلا حجابشو میکشید، با زن اون درشت رفتار میکنید و اون بسیاری کسایی که فعلا در تاجیکستان صاحب کار هستند و اون دکانهای سطر فروشی اینها رو دارند، زنها هستند بیشتر اونها. ولی متاسفانه چی می شود؟ این کار مقامات داخله شده است، سطر، ریش، دیگر به اون وظیفه های اصلی که دارد و اون اهمیت نمیتید. یعنی باید در این که اخلاق خود را، اخلاق کارمندان پلیس را با این چیزها توجه بدید، توجه میدید. در یک بار به خود نظر کنید که چی کارهای انجام نمیدهید شما. درست. بینندگان گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه بازچی گپ. تا برنامه بعدی
خدا حافظ شما. خب سلامت باشید.